هاری. این بیماری از طریق گزش و لیسیدن حیوان آلوده به انسان و بقیه پستانداران میتونه انتقال پیدا کنه. علائم این بیماری اضطراب و نگرانی شدید، تب خفیف و ترس از آب، ترس از جریان باد و در نهایت خفگی هست. حالا اگر که دچار گزیدگی شدیم چه کار باید انجام بدیم؟ در اولین اقدام باید محل زخم رو به مدت 20 دقیقه بشوریم و توجه کنید که داخل زخم رو باید حتما شستشو بدیم. یه مقدار درد داره اما حتما این موضوع باید انجام بشه و بسیار حیاتیه. بعد از اون باید به اولین مرکز درمانی مراجعه کرد تا واکسن‌های مربوط به هاری رو بزنید. این بیماری علاوه بر سگ و خفاش میتونه از طریق گربه‌ها، شغال، روباه هم انتقال پیدا کنه. اگر شما زخمی داشته باشید و حیوان آلوده فقط اون محل رو لیس بزنه، ویروس از طریق بزاق حیوان آلوده وارد زخم میشه و در نهایت به سمت اعصاب حیاتی انسان میره. اگر محل گزش نزدیک گردن و سر و صورت باشه، اقدامات بسیار باید جدی باشه چون راه انتقال به سر خیلی نزدیکتر هست.